عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه الفکرة فی نعم الله عز وجل من افضل العباده. در نعمتهای الله تفکر کردن بزرگترین عبادت است. درباره اعضای بدنت هر کدامش فکر بکن. فقط درباره اعضای بدنت که فکر میکنی 1 ساعت بشی یک عبادت بسیار بزرگی بکن. فقط اینقدر 5 دقیقه 1 ساعت فکر بکن مثلا من اینی نعمت نمیداشتم. اینم قرار درباره وجود خود فکر بکن. باز ببین که الله چقدر ذات رحمان رحیم است، چقدر تو را دوست داره، چقدر نعمت ها را بر تو داده. این چشمایت خوب سعی کن باز بگو اگر نمیداشتم ایره چند میخریدم. این مویای زیبایت سعی کن بگو اگر نمیداشتم باز چی میکردم. از جنتی مپرس که جنت چه سان است و از دوزخی بپرس که اعراف بهشت است. اگه پیش دوزخی بری و پرسانش بکنی که شما اگر در یک شفاخانه دارین از یک مرض قلب پرسان بکنی. والله من یک وقت تکلیف قلبی داشتم در شفاخانه فرانسوی رفتم. اما دکتر چون مرا احترام کرد و اتاقشان گفت استاد معاینات شما از خیر زده معاینه خانه ما بشینین. 6 تا بودم دیگه مرضای قلبی می آمدن. سر خود شکر کردم که یا الله از من خود بسیار کم بود. یکی میگه که قلبش بیخی سوراخ است، یکی رو ببینی که در گردایش سنگ است، قلبش هم بند است، یکی رو ببینی که چیال است، یکی اینجور گرافیک کفایت نمیکنه، اینجور پلاستیک هم باید شود. یک کس رو ببینی که مثلا برش دکتر میگه که 4 لک مصرف داری و او بیچاره 50,000 کل سرمایه‌اش است. عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه میگه که الفکرة فی نعم الله عز وجل من افضل العباده، بهترین عبادت است. لکن متاسفانه عبدالله ابن عتبه میگه من از ام الدرداء سوال کردم که بهترین عبادت ابی الدرداء رضی الله تعالی چی بود؟ از خانمش پرسان میکنه میگه بهترین عبادت چی بود؟ میگه التفکر و الاعتبار، تفکر کردن و عبرت گرفتن بود. در هر مخلوق الله فکر میکنه. کدام روز در چشمت فکر کردی؟ در گوشت فکر کردی؟ در قلبت فکر کردی؟ این حافظه زیبایی که داری دی فکر کردی؟ میتونی 30 سپاره قرآن حفظ بکنی مکمل با زیر و زبر با همه چیزش. از کجاست این نعمت الله هست؟ یک کس دیگه را در نظر بگی که حتی قل والله احد حفظ کردن نمیتونه. شکر نعمت بگو. و اگر همین نعمت ها کم می بود چی میکردی؟ در عقلت فکر کردی؟ در هوشت فکر کردی؟ اگر الله عقل از پیشت بگیره کی برات عقل میده؟ خب کلان شوهر آدمای پیسه دار است. یک نفر در روی سرک همین قسم میگشت دیوانه. ما گفتم این بیچاره است که گفتی چند تا موتر شخصی داره، چقدر زمین داره، کل امکانات داره. اما اونجا قرار در روی لب سرکش تا حیوانات گپ میزنن. شکر نعمت الله رو بکنیم. این کلش چی است؟ عامر ابن عبد قیس رحمت الله علیه میگه که خب ابن سعدی را هم گفتیم، این هم یک مفسر قرآن است. باز چی میگه؟ این میگه وعلم ان حیاتک تبع لافکارک، زندگی تو تابع افکارت است. اگر فکر داشتی آزاد هستی، اگر فکر نداشتی یک انسان بسیار ذلیل هستی.